سلام سلام سلام. حالت چطوره؟ امیدوارم که حالت باب دلت باشه. امشب البته نمیدونم که تو کی قراره این ویدیو رو ببینی یا بشنوی، اما خب من این دست کتابا رو آنباکسش رو توی شورت ویدیو هم گذاشتم. انقدر ذوق داشتم، اول آنباکسش رو فیلم گرفتم گذاشتم. حالا به هر حال این دست کتابا رو ترجیح میدم که شبا بخونم توی یه نور زرد کم. البته این ریسه ها رو برای نگاه قشنگ تو گذاشتم، ولی خب خودم معمولا یه نور زرد دوست دارم، یه ذره تاریک باشه با اون نوره و این کتاب خیلی خیلی میچسبه. بعد کلی هم ذوق کردم اینو خریدم به خاطر اینکه همیشه دوست داشتم شاهنامه و مثنوی معنوی و یه جور اشعار ایرانی، یه جور شناسنامه ایرانی بودن و بخونم. منتها حقیقتش خیلی برام سنگین بودن، حتی از روحم نمیتونستم بعضیاشو بخونم. و اینکه بعد مدت ها این شاهنامه به نصر رو پیدا کردم و الان واقعا اینجوری هم که خوشحال ترینم. و اینکه جدا از وظیفمون که راجع به حالا مشاعر و تاریخمون و شناسنامه کشورمون و چیزهای ارزشمندمون داریم و زبان قشنگ فارسیمون قربونش برم، باید عادت کنیم و به نظرم به بچه هامونم یاد بدیم که یاد بگیرن طبق فرهنگمون رفتار کنن و چیزهای قشنگ زیادی داریم که بتونن یاد بگیرن و برای خوندن، برای زندگی کردن و خیلی چیزا. البته که من همه چیزهای قشنگ و شاد و دوست دارم، همه جشنا رو، ولی یه ذره نسبت به حالا تاریخ خودمون، فرهنگ خودمون یکم کم توجهی کردیم به نظرم. و اینا هم در واقع یه جورایی سند و گنجینه زبان فارسی هست. به هر حال نمیخوام تاریخ ادبیات بگم چون میخوام حالت ASMR رو قصه و یه جورایی قبل خواب یا قبل ریلکسی باشه و کلی کیف کنیم با هم دیگه. از اول کتاب من با پادشاهی کیومرث و پسرش و نوش میخوام شروع کنم. اگر دوست داشتین، اگر لذت بردین و اگر به آرامشتون کمک کرد، لطفاً لایک، کامنت و نظر قشنگتون فراموش نشه. قطعاً میدونید که به من کمک میکنه. مرسی. کاش میشد این بویی که این میده، البته هممون قطعا یه بار حداقل تو زندگیمون این بو رو استشمام کردیم، این بوی کاغذ نو. انقدر من این بوی رو دوست دارم، اصلا یه جوری هم باش. کاش میشد واقعا از طریق ویدیو من این بو رو انتقال بدم، یعنی چه لذتیه واقعا. سخنسرای نامی ایران، حکیم سخن فردوسی توسی در مورد پادشاهی کیومرث اینطوری روایت میکنه. میگه که وقتی آفتاب به برج بره رسید و بهاران مایه از سر گرفتن جوانی جهان شد، کیومرث فرمان روایی خود را آغاز کرد. برج بره همون برج حمل یا فروردین خودمونه. زمانی که بهار شروع شده به نوعی میخواد زیبایی و شروع شکوفه ها، و چون کیومرث آدم خیلی خوبی بوده و پادشاه خیلی خوبی بوده، یه جورایی میخواد با توصیف، یه جورایی با همه قشنگی ها توصیفش کنه.
شاهنشاه دنیا معرفی شده. در ابتدا تو کوهستان زندگی میکرده و پوست پلنگ میپوشیده. مردم خیلی دوستش داشتن و اینکه توی اون دوره مردم خیلی خوشحال زندگی میکردن و همچنین یکتاپرست بودن. کیومرث یه پسر خوشچهره و دانا به اسم سیامک داشته که به قول حکیم مایه آرامش روان و آسایش جان پدر بود. کیومرث یه دشمنی بسیار حسود و بداندیش به اسم اهریمن داشت که اون اهریمن هم یه فرزندی داشت مثل یک گرگ درشتندان بود و مثل پدرش هم پلید بود. اهریمن زشت کردار میخواست که کیومرث رو کنار بزنه و تاج و تختش رو تصاحب کنه. اون انقدر حسود بود و انقدر نمیتونست این میل و حسادتش رو کنترل کنه که دیگه مشهور و آوازه شده بود این حسادتش و دنیا رو پر کرده بود. برای اینکه تاج و تخت کیومرث هم تصاحب کنه یه لشکر خیلی بزرگی جمع میکنه. تو این اثنا سروش فرشته پیام آور که اونم پوست پلنگی به تن داشته فوراً نزد کیومرث میره و اونو از نیت دیو خبردار میکنه. سیامک پسر کیومرث وقتی داستانو میفهمه یه سپاهی جمع میکنه و چون توی اون دوره زره و اینجور چیزا نبوده، اونجا اینجوری که اینجا میگه زره و جوشن همون لباس جنگیه وجود نداشته، چرم پلنگ میپوشه و به جنگ میره. متاسفانه سیامک در میدان نبرد با فرزند دیو درگیر میشه و بچه دیو موفق میشه که سیامک رو شکست بده و جگرش هم در بیاره. کیومرث از این اتفاق خیلی غمگین میشه. اینجا میگه که از تخت فرود آمد و زار نالید. مردمش هم خیلی غمگین میشن و سیاه میپوشن و یک سال همه سوگواری و گریه میکنن. دوباره سروش ظاهر میشه و به کیومرث میگه بس دیگه گریه و زاری، یه سپاهی جمع کن و برو انتقام پسرتو بگیر. اینو بگم که سیامک هم یه پسری به اسم هوشنگ داشته، یعنی در واقع نوه کیومرث می شده. بسیارم عزیز بوده و اینجا هوشنگ از پدر بزرگش اجازه میخواد تا یه لشکری تشکیل بده و بره انتقام پدرشو بگیره. سپاهش هم به غیر از انسان از پری و درندگان و شیر و پلنگ تشکیل شده بوده. هوشنگ توی این نبرد دیو که خیلی هم ترسیده بوده و با وحشت به این جنگ اومده بوده میتونه زمین بزنه و پیروز شه ازش، شکستش بده و سر از تنش جدا کنه. بعد این انتقام عمر کیومرث به سر اومد و پادشاهی 30 سالش تموم شد. بعد از اونم هوشنگ 40 سال تاجدار شد و شروع کرد به آباد کردن قلمرو. از دل سنگ آهن رو بیرون آورد، یه جورای آهنگری رو درست کرد و تبر و تیشه اینا ساخت و رود آب رو به شکل رود به سرزمین ها برد و کشاورزی رونق پیدا کرد و
کشاورزی شکل گرفت. خب مردم اون دوران از میوه تغذیه میکردن، لباسشون از پوست حیوونا و برگ درختا بود. یه داستان جالب که یه روز هوشنگ با یه عده‌ای میرن کوهسار گشت بزنن. من این قسمتشو خیلی دوست دارم. یه مار ترسناک و بزرگ و قوی میاد سمتشون. هوشنگ هم یه سنگ برمی داره پرت میکنه به سمت اونا که بتونه مار رو بکشه، اما مار فرار میکنه و کشته نمیشه. منتها سنگ میخوره به سنگای دیگه و جرقه آتیش تولید میکنه. اینجا میشه که هوشنگ راز به دست آوردن آتیش رو یاد میگیره. خدا رو شکر میکنه و میره به مردم میگه که این نور از سمت خداست و خدا به ما هدیه‌اش داده. یه جایی مثل محراب میذاره اون سنگو و شب که میشه آتیش روشن میکنه و جشن میگیره و اسمش رو جشن سده میذارن. به معنای درگاه هست واسین و اینکه اون جشن سده ایرانی درست میشه و به شکل میگیره دیگه. در راستای همین آباد کردن و رونق دادن قلم رو به مردم گاو و گوسفند و الاغ میده و میگه برای کشاورزی ازشون استفاده کنیم. بعد از پوست سمور و سنجاب و قاقم لباسای زیبایی درست میکنه و قاقم هم یه شبیه سموره بزرگتره و اینطوری بوده که 40 سال با نام نیک سلطنت میکنه و بعدش هم عمرش به سر میاد. اینجا خوشم میاد از اینجا خیلی. اینجا میگه که با این همه چون مرگش فرا رسید لحظه ای مجال درنگ نیافت و این روش جهان فانی است که پیوسته مهر دائم و روی خوش با هیچ کس ندارد. امیدوارم که دوستش داشته باشین و امیدوارم که اینکه من براتون خوندم هم دوست داشته باشین. لطفاً هر چقدر که دوستش داشتین منو حمایت کنین و اینکه توی کامنت بهم بگین. خوشحال میشم، واقعا خوشحال میشم. و اینکه مرسی که گوش دادین، مرسی که وقت گذاشتین و امیدوارم که هم تونسته باشم چیزی یاد بدم، همین که بتونم آرامش رو انتقال بدم. من خیلی کیف کردم